عرفان گلها در چکن، عرفان خورشیدی هنر، صد بار پیخست کردم نقش و نگاری او دیگر، نقش و نگاری او دیگر. عرفان گلهایش عجیب، با یک نگه پی میبرم اعجاز دستان نجیب. زیبایی روحش گواه بر این هنرهای نوین، روی متاع احیا شود خورشید در روی زمین. استاد هنر طراح نامور خورشید ستارف را در شفت نوروزگاه پایتخت در خانه مود زیر تشویش دریافتیم. او آمادگی رفتن به معروفترین کشور اروپا، فرانسه و زیباترین شهر آن پاریس را داشت. با آنجا هیئت قریب 40 نفری اهل فرهنگ ما برای اشتراک در جشن 815مین سالگرد مولانای بلخی می روند. خورشید نیز با سلسله کلان پیراهن‌های ملی در این جشنواره اشتراک میکند. خورشید ستارف هنوز آخر عصر 20 پیش خود مقصد گذاشت که هنرهای کم کم از یادها فراموش شده ایستاده را احیا کند و با شکل نو و زمانوی آنها را پیشکشی مردم تاجیک و فراتر از آن مردمان دنیا گرداند. در مدت 25 سال توانست چکن را چون برندی تاجیکان به عرصه جهان معرفی نماید. در بزرگترین کشورهای جهان از جمله در بینای سازمان ملل متحد و تالار یونسکو چکن ما را با سازمان دادن بزم‌های شورانگیز مد پیشنهاد کرد. یکی از آنهایی که برای به فهرست پدیده‌های فرهنگی جهانی یونسکو شامل شدن چکن سهم شایسته دارد همین خورشید است. او در برابر طراحی اینچنین جهانبینی خجسته دارد. در اطراف شش مقام، فلک، استرادا، شعر، هنرهای زیبا و چندین رشته‌های دیگر صحبت می‌آراید. یک نظر به نزاکت‌های نقش و نگار چکن‌های آفریده‌اش کافی است که او را بشناسی. دل روشن و بزرگ می‌باید که چنین گلکار و گلآثار باشی. پیش از سفرش در احاطه صدها لباس‌های خوشرنگ و چشم ربا صحبت داشتیم با این مرد هنر که پیشکش شما خواهد شد. درود و سلام دوستان ارجمند و بینندگان گرامی قدر یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت. بازم یکی از برنامه‌های ماست پیش روی شما. اصلا گریم برای ما خیلی آسان و ساده است در اکران ببریم و روبروی شما بگویم که چکن برای خط میراث فرهنگی یونسکو شامل شد و طبل شادی بزنیم که همینطور یک نوید خوشی داریم. درست؟ اما باور دارم که 90% ما، حتی من هم شاید نمیدونیم که در پس منظری این حادثه فرح بخش یا در پس منظر این نویده که واقعا برای تاجیکا، برای ملت تاجیک خیلی مهم است، چه مهنت ها، چه مشقت ها، چه رنج ها و چه کسان در پشت این کار استادند. یعنی کیها رنج بردند تا که چکن را همچون میراث فرهنگی بپذیرند. و امروز ما با شما با یک کسی صحبت میکنیم که برای جهانی شدنی چکن همچون عنصر فرهنگی ما خدمت بسیار شایسته کرده است. یکی از همون کسانی که در پس منظری به میراث فرهنگی یونسکو شامل شدن چکن خدمت‌های بسیار هم شایسته کرده است و این کس فکر میکنم به معرفی بیشتر نیاز ندارد و یکی از طراحان معروف کشور خورشید ستارف هستند. درود و سلام به شما. سلام علیکم. خوش آمدید به خانه مودی خورشید ستارف و فکر میکنم که هم شما مهمانی من هستید و من هم مهمانی برنامه شما هستم. بسیار شدم. ببینید شما برای شاید در شبکه‌های اجتماعی، در بعضی تلویزیون، در بعضی یوتیوب کانال ها الکی میدونند که شما به این جاده چگونه وارد شدید و آغاز راهتان چگونه بود. درست؟ اما برای بینندگان یوتیوب کانال ما هم کوتاه میگفتید که چگونه توانست در جامعه سنتی ما یک جوانمرد پره باور کرد که با گلکاری، با کاری مثلا طراحی ساختن لباس ها برای هم خانم ها، هم جنابان و مرد و زن ها میتواند مثلا هم شهرت بیابد، هم نام خودش را بیابد و هم آبرومند بشود. یعنی این اعتماد در شما در این جامعه سنتی ما از کجا پیدا شد که شما تمام وجود و حیات و فعالیتتان به همین چکن و عموما به کار طراحی بخشیدید؟ من فکر میکنم که اصلا در کسب و هنر این جنسیت نیست و اگر که ما به دنیا در دیگر کشورها نگاه کنیم، تمامی مردمی که با لباس سر و کار دارد این مردها هستند، چون که این خیلی یک کار دشوار و زحمت طلب است. حتی در
چنانی که من میدونم در پاکستان، در هندوستان، در ترکیه، در اروپا، در ایتالیا، عموما در تمام گوشه و کنار دنیا کسب دوزندگی این کسب مردانه است، چون که این خیلی مشکل است. و اصلا من از خردسالی چون به نقاشی و نقش و نگار و بر رسامی خیلی ذوق داشتم و تصمیم گذاشتم نزد خودم که حتما یک چیزی رو از سر نو احیا میکنم که از خاطره ها رفته بود. و همین خاطر بعد از سالهای 2000 من شروع کردم کسب طراحی رو و در نزد خودم مقصد گذاشتم که لباس ملی تمام منطقه های تاجیکستان که با یک ذوق خیلی هم زیبا آفریده شده بودند، اینها رو از سر نو احیا کرده برده به تمام جهانیان معرفی میکنم که تاجیکستان ما چقدر نقش و نگار، چقدر فلسفه بزرگ در یک لباسشان دارند، حالا که از دیگر قسم ها حرف نمیزنیم. من حالا در آغاز یا در پی آمادگی سفر به فرانسه هستید، درست؟ شما میروید در بزرگترین کشور اروپا و معروفترین شهریان پاریس یا پاریس، شهر مود هم هست و شهر صنعت هم هست، اونجا رسامی همه صنعت ها رواج یافتگی است. اونجا لباس های ما را، شما لباس های ملی تاجیکی را به نمایش میبرید، درست؟ آمادگی ها جریان دارد. اولین کشوری که اونجا رفتید و این هنرهای ملی ما را به نمایش گذاشتید کدام کشور بود؟ دوام 25 سالی که من فعالیت میکنم، از سال 2013 شروع کرده تا به امروز در تمام روزهای فرهنگ تاجیکستان که در هر کشوری که میگذرد در آنجا یک برنامه هست، یک نمره لباس‌های ملی وارد شده است در برنامه کنسرتی که همیشه در همه روزهای فرهنگ تاجیکستان در هر کشوری که بود اشتراک کردم و تا حال اشتراک میکنم. آخرین سفری که در باکو داشتیم، روزهای فرهنگ تاجیکستان در آذربایجان در شهر باکو و گنجه، بسیار توجه زیاد نسبت لباسان و حتی من در تالار نشسته بودم و گوش میکردم که این چگونه لباس‌های افسانوی هستند که ما میخوایم به این کشور سفر کنیم تا ببینیم که نخود که اینقدر زیبا، رنگ و رنگ و خیلی زحمت زیاد در لباس ها میکشیدن، میخوایم سفر داشته باشیم. فکر کردن که در تاجیکستان میآیند و در همه خیابان ها مردم با این لباس ها میگردند، ولی در آینده فکر میکنم که اگر که مردم بیشتر توجه کنند و هر نفری که مثلا عاشق تاریخ و تمدن باشد با طرز زمانوی، با طرز یک دیدی نو و نگاه نو و رنگامیزی نو این لباس رو بر میکنند. با فرانسه بار اول نمیروید؟ نه، بار دوم میروم. بار اول کلکسیون من رفته بود در آنجا که کلکسیون از تمام منطقه های تاجیکستان اینها لباس هایی بودند که از لباس های قدیمه اثر نو احیا شده بودند و حتی نماینده یونسکو در تاجیکستان خانم زلفیه وقتی که چکن را معرفی میکردن در تنشان یک جامعه سرخ چکن و بر کرده بودن از کلکسیون من که اعضای حکمان نفرانی که باید تصدیق میکردن چکن را وارد میکردن به یونسکو همچون میراث غیر مادی در حیرت موندن. از او پرسیدن که این لباس چی؟ این همون چکن است. اگر این همون چکن باشه الکی تشویش نکشید، ما وارد کردیم چکن شما رو، چون که خیلی یک شهامت و یک زیبایی داشت که مردم رو به خود جلب کرد. کدام سال بود؟ 2018. بله، یعنی پیش از اون که اول کلکسیون من را بعداً با یک سفری روزهای فرهنگ تاجیکستان با یک دلیگاسیون کلان ما در اونجا اشتراک کردیم و زیاده از 40 نمونه لباس های من در خود یونسکو به نمایش گذاشته شده بود که خیلی پسند تماشابین گردید و تا حال در خاطر آنها مانده است. بسیار نفرانی فرانسوی دوستان پیدا کردم که در حتی خواهش لباس های ما را به بر کردن دارند و همیشه فرمایش میدهند و میل دارند به این لباس های مخصوص گلدوزی چکن. اکنون بیاید یک سوال بدهم در مورد آن که وقتی که سرور دولت سال رشد هنرهای مردمی اعلان کردند، پای در پای 2 مراتب اعلان کردند، این بر روند کار شما چی تاثیر رساند؟
البته بسیار یک اقدامی خوب بود که بیشتر مثلا مردم توجه مردم به لباس‌های ملی و به مخصوص به چکن و به هنرهای مردمی بیشتر شد و در سراسر تاجیکستان زیاد نفران پیدا شدند که به گلدوزی، به چکن، به لباس‌های ملی توجه کردند و اینها را همچون کسب و برای خود همچون کسب و خیلی زیاد به این کار مشغول شدند و در سراسر کشور در هر گوشه اگر که ما سفر کنیم در هر یک گوشه و کنار تاجیکستان یک دکانی هست که یک مکانی هست که حتما در آنجا یک پارچه، یک لباس، یک توقی از گلدوزی ها پیدا کردم. بعد از اعلام کردن سال رشد سیاحی و هنرهای مردمی دوباره از سر نو کار اوج گرفت و کار زیاد شد و باز خانه مودی من با همراهی هم رسامانی که کار میکنم، با همراهی طراحان جوانی که در یک جای کار میکنیم، با چندین نمونه های نو، ایده های نو و طرز و شکل زمانوی آماده کردن گلدوزی چکن رو در لباس های مثلا زمانوی که امروز مردم بر میکنند، هم در کاردیگان ها، در بالاپوش های کلاسیکی که مثلا و مثل پروتکلی هست و با اینها خیلی مثلا نقش و نگارهای چکن رو وارد کردیم که دختی زمانوی دارند و نقش و نگارهای ملی و حتی رنگ آمیزی آنها رو ما در دیگرگون کردیم. رنگ آمیزی به خاطر مردمی سیاح رو جلب کردن، چون که رنگ‌های چکن اگر که شما نگاه کنید خیلی رنگ‌های زیاد دارد و قول شلوغ خیلی به نظر میرسد و بسیاری مردم شرم میکند که توجه به من زیاد میشد، من نمیتوانم این لباس رو بپوشم. ولی برای مثلا فروش برآوردن به جلب کردن سیاحان و خارجیان ما رنگ آمیزی رو کمی رنگ‌های خاموش پستر استفاده میبریم. من میخواستم در مورد خانه مودی خورشید ستارov بپرسم که از سال چند فعال است و تا جایی که ما از بعضی سرچشمه های مطبوعاتی که شما اونجا اینترویو دادید هستید خوانده، اینجا همراه شما چند کس فعالیت میکنند و جریان کار در داخلی خانه مود چگونه است اصلا گیری؟ اصلا من از سال 2000 شروع کردم به کسب طراحی و 2 سال می شود که علاقه ما در این بنا فعالیت میکنیم و منتداری خود را به محترم رئیس شهر رستم امالی میرسونم که برای جدا کردن چنین بنا در مرکز شهر و در یک باغ خیلی هم زیبا جایگیر شده است منتداری خود را بیان میکنم و در خانه مودی ما مقصد کارخانه مودی ما احیای لباس های قدیمه تاجیک. مثلا تمام منطقه هایی که هر یک منطقه با کلی از هم دیگر فرق میکند، بسیاری نفرها فکر میکنند که ما یک لباس داریم چکن، ولی در منطقه درواز و بدخشان و مثلا در هر گوشه و کنار تاجیکستان گلدوزی چکن هست و طرز خاصی دخت و رنگ‌آمیزی خود رو دارند. برای احیا کردن برای ما یک تالار در کار بود، چون شما میبینید در این تالار ما در آشیانه یکم جای دوزنده ها هست، در آشیانه دوم جای رسامان هستند که ما در یک جای با رسامان نقش نگارهای قدیمه رو کارکرد میکنیم. یعنی که خانه مود در برابر اینکه یک خانه مود هست جای تماشایی هم هست، یعنی یک کارگاه کوچک هم هست. چند کس کار میکنند در اینجا؟ عموما در خانه مودی من 6-7 نفر کار میکند همیشگی، ولی در بیرون از خانه مودی من همین بانوان خانشینی که من با اونها همیشه همکاری دارم و با اونها کار زیاده از 300 خانم خانشینی هست که بیرون از کارخانه من در خانه های خود در ناحیه های دوردست تاجیکستان که بسیار هنری زیبای گلدوزی را دارند، من با آنها همکاری میکنم و هم با آنها کار هست و هم هنری اصیل مادری خودشان را از خاطر نمیبرند و بر ضمن این در خانه نشسته مبلغ کار میکنند. هر
نقش و نگاری که من در روی پیراهن ها میکشم حتما هر یک دانه به دانه رنگ آمیزی او رو ما مینویسم که معلوم باشد. این ساده ترین کار میموند که همون رو با گل ها پر کرده، با رشته گل ها رو پر کردن است و همیشه از او داشت میبرویند، با یک ذوق بلند اجرا میکنند و بسیار نفران دیگری بودند در مابین این تجربه شما بودند که این کسب رو از خود کرده، باز مثلا همچون طراح معرفی هم کرده ایستادن، یعنی که رشد کردن. به همین خاطر من بسیار خرسند هستم از آنی که من حالا اگر نظر کنیم به عموما به لباس هایی که مثلا در بازارها میبینیم، در بعضا دکان ها میبینید، با کلی 100% همون آفریده های نقش و نگار هایی که من از سری نو احیا کردم، همون لباس ها رو تکرار به تکرار از این دیده مثلا می آفرند. از اون که نسخه برداری میکنند شما عصبی نمیشوید؟ در بعض حالات ها عصبانی میشوم، چون که نسخه برداری رو خوب کرده نمیتونن. اگر که خوب کنن از این بهتر کنن. مقصد من که مثلا من یک نقش رو آفریدم، یک نقش رو ایجاد کردم، یک نفر دیگر باید 2 برابر باز یک چیز زیباتر بیافرد تا این کار رشد کند، نه اینکه همون نقش آفریده رو، همون لباس آماده شده رو در یک شکلی بی‌زیب‌تر یا صفتی پست‌تر اجرا کردن. این علاقه خوب نیست. ما باید برعکس پیش رویم. مثلا یک نقش و نگار و یک چیز زیبا رو من آفریدم، بگذار که دیگران اگر که خودشون رو طراح میگیرن مثلا زیباتر کنن، با پیشتر رود، چون که از اون دیدم من الهام گیرم بازم زیباتر یک چیز نو بیافرم. ببینید شما گفتید که هستند اونهایی که زمانی با ما همکاری داشتند یا مثلا پیروی با ما کردند، شاگردی ما بودند و دیگر رشد کردند، خودشون هم طراح شدند، درست؟ یعنی این یک نوع معنای آن را آیا داده میتواند که خورشید ستارف صاحب مکتب است؟ فکر میکنم مکتبی خورشید ستارف نه تنها یک نفر رو تربیت کرده است، ولی خیلی نفران زیاد هستند که من رو پیروی میکنن، از لباس های من استفاده میبرند و خیلی هم رشد هم کردن. و من افتخار از اون میکنم که آن چیزی که من آفریدم به دیگرها الهام میبخشد و این یک مکتب بزرگ شده است. بله، اکنون بیاید یک سوال دیگر بدیم در مورد خود چکن. مثلا شاید بینندگان ما سوالی داشته باشند که درباره چکن اندیشه ها گوناگون است، درست؟ مثلا یک کس میبراید میگوید که این دورشویی که مثلا در تنهی متای مثلا خانم ها بانوهای تاجیک هست، این گویا که رمز آفتاب است چون دور شکل است، درست؟ باز یک کس میگوید نه این تنها یک گل است. ببینید اندیشه ها هر گونه هستند، مثل که در همه ساحه اندیشه هر خیلی است. من میخوام به شنونده بیننده ما بداند که تعریف و یا همون یک نوع تئوری خودی چکن از زبان خورشید ستارف چگونه است؟ ببینید و اگر که به نقش و نگارها نگاه کنیم، در میرویم به سوی بدخشان و بعدا میویم درواز و غرم و بعد به همواری. وقتی که لباس های بدخشانی را نگاه میکنیم، اگر که اهمیت داشته باشد، همان نقش ها گیامتری هستند. گیامتری. برای چی گیامتری را استفاده می‌بردند؟ چون که هر نقش و نگاری که آفریده میشید، مردم این رو از طبیعت میدید. اگر که شما در بدخشان چشمتون رو باز کنید، در نزد شما کوه‌های مثلا به شکل گیامتری آماده شده، انمون رامبیک ها و انم سکونجه ها، انم از طبیعت میگرفتن نقش و نگار رو و رنگ آمیزی باشد به 2 رنگ، مثلا سرخ و سفید، معنای سرخ رمزی آتش و سفید خوشبختی و این را استفاده میکند. به همین خاطر حتی از دوره زردشتی ماندگی است. و اگر که پایانتر بیاییم در درواز و در رشت و در اینجا هم گیامتری و هم نقش و نگارهای گل و درخت و گیاه ها و همین چیزها استفاده می شود. عنصرهای طبیعت همه چیز رو از طبیعت می گرفتند و تا حال فکر میکنم که همون نقش و نگارهای بعضا نقش و نگار نگاه میکنیم، نقش ها می رقصند به شکل یک رقصنده ای که می رقصند و اگر اهمیت داده باشه همین کجک ها یا همون نقش و نگارها پیچ و خم و موج دارد، درست؟ البته
و حتی از موجهای دریا مثلا اگر نگاه کنیم من اگر توپ خورد و بعد پایانش خیره رود رنگ موج دریا می شود. به همین خاطر بعد به پایانتر بیایم اگر در وادی ها مثلا به منطقه ختلان در آنجا از سبب همواری بودنش اون در آنجا نقش ها بسیار از طبیعت گرفته شده است و دوره شکلی که ifodagari آفتاب و ماهتاب و زمین و کره همینا را میمونند حتما برای در نقش و نگارهای ختلان کنگره ها دیده می شود که نام نقش کنگره انجام به تمام رساندنی انمون نقش و نگار به مثل یک چی گویم زبور دیواره و مثل یک دیواره که اینجا انجام می‌یابد و اگر که در پیش کرته ها نگاه کنیم در آنجا به مثل حرفی سه چپنه در پیش ستاره در بعض جاها ستاره میگویند و در بعض جاها تورنه و فکر میکنم در برای چه تورنه قطار میآید موسم کار میاد فصل بهار و چکنم رمزی خاصی همون بهار و نوروزی بود که در جشن و مراسم ها استفاده می بردند و بسیار یک من این نقش لباسی که شما در اینجا میبینید و این نقش نگار کرته کلاب است که نامش گل انار است اگر به پایان نگاه کنید گل انار مثلا انار این رمز عائله و در نقش نگارهایمون رمزی عائله است یعنی که شما در نظر دارید که این یک خانمی عائله دار میپوشد یعنی که رمزی عائله داری است و بعد با اینجا گل‌های 4 گل انار هم در 4 طرفش مثلا گل‌هایی که به شکل همون انار و این نقش و نگار رو من از لباسی قدیمی که در موزه اتنوگرافی هست تو حال هست این لباس در رنگ سفید بود من اون رو از اونجا نقش و نگار گرفتم تا اون 150 سال تاریخ دارد و بگذار که باز 1000 سال دیگر این نقش و نگار از بین نرود هم به شکل قدیمه و هم در شکل زمانوی من این رو ایجاد میکنم هم که از بین نرود و لباس دیگری سرخی میبینید اون هم از موزه گرفته شده است و با طرز زمانوی چون همون نقش و نگار و رنگ آمیزیش از بین نرود در موزه اتنوگرافی هست همون رو من احیا کردم. یعنی که اون چیزایی که شاید یک نسخه باقی ماندند شما نقشش رو خواستید باقی ماند از بین نرفتند و اثر نو احیا شدند. من میبینم در بسیاری حالت‌هایی که هر نفر امروز دعوای طراح بودنش را دارند و در عموما یک رویه نامعلوم پیدا شده است که از سوزنی ها بریده لباس ملی گفته می آفرند و این لباس ملی است و این لباس تاجیکان است عموما به تاجیکان و به لباس ملی ما ربط ندارد اون مثلا او سوزنی هست بله سوزنی لباس نمیتواند بوده سوزنی این نقش نگاری که برای دیوار است بعد از 10 سال شاید که همین از لباس ملی ما که اینقدر حفظ میکنیم و تو به امروز آورده رساندیم که چکنی ما 3000 سال تاریخ دارد کیمچی ها می آفرند که این از بین بردن یعنی همون لباسی اصلی است. حالا شما بسیار یک نکته جالب باز شدید که در و برای آماده کردن یک لباس یا آفریدن یک نقش دیگر و حتی برای نسخه برداری کردن اون نقشی که 100 ساله تاریخ دارد یا 200 ساله تاریخ دارد دانش درکار درست. اکنون سوال اینجاست که آیا در مورد طراحی ملی ببینید نه طراحی عمومی نه البته چون ما دانشکده تصویر و دیزاین داریم برای طراحی ملی یگان ادبیات داریم ادبیات که به زبان‌های مثلا تاجیکی و روسی و انگلیسی باشد که مخصوص طراحی ملی ما معرفی کنم یک کتاب یعنی که ادبیات به اون معنی که سرچشمه ببینید من یک چند کتاب هست که در وقت شوروی چاپ کرده شده است اینم از تحقیقاتی عالمان روس بود که تمام منطقه تاجیکستان گلدوزی ملی تاجیک بود که من این کتاب را دارم و از آن هم استفاده می‌برم ولی متاسفانه حالا من غیر از کتاب پروفسور مایدینی و در 2 توم که نوشته شدگی بود که لباس‌های قدیمی از 4م عصر پیش از میلاد
و تا به امروز با ایلوستراسیا داشتن این هم خیلی کم است برای که معلومات خیلی کم است و من تصمیم گرفتم که این زمان یک کتابی رو بچه بیاریم که تمام نقش و نگارهای ملی حداقل همین 150 سال آخر که تا به امروز باقی ماندن با فکت و دلیل این رو میتوانیم آماده سازیم و پیشکش مخلصان و مردم بگردانیم تا هر نفر بداند که این لباسی کدام منطقه است و این لباس چه نقش و نگار است و معناش چیست و در کدام حالت این رو باید پوشیدن ممکن است. در مسئله آن که شما چگونه پروفسوری دانشگاه پکین شدید، شما مخصوص برای همین سمت کارتان در طراحی عنوان پروفسوری را دادن. لطفا برای بینندگان ما بگویید که این چی تاریخچه دارد، کدام سال بود و به افتخار کدام سلسله این نمایش شما مثلا این جایزه به شما اهدا گردید؟ البته چطوری که شما میدونید من در سال 2019 یک نمایش کلان برگزار کرده بودم در دوشنبه. 100 سالی تاریخ چکن. در این نمایش من 5 سال آمادگی دیدم و در اینجا من زیاده از 500 نمونه لباس‌های ملی تاجیک رو چی در شکل قدیمه و چی در شکل زمانوی پیشکش هوادارانی و مخلصان مد گردانیده بودم که یک برنامه خیلی جالب بود و تا حال یک سر و صداها بلند کرد و بعد از به نمایش گذاشتن خیلی زحمت زیاد بود و تمام رسانه‌های خبری خبردار بودند و در رسانه‌های خبری در تلویزیون به نمایش گذاشته شده بود که بعد از این با دعوتی دانشگاه پکین، دانشگاه دیزاین پکین از طرف سفارتخانه مد که در پکین هست مرا دعوت کردند با نمایش لباس‌های من و موضوع انتخاب کردم که چگونه راه ابریشم به ما کمک کرد. بعداً برنامه منم همین بود که راه ابریشم با ما چکن رو آورد، چون در سالی که ابریشم پیدا شد و چگونه اگر که آن نسخه چکنی رو که ما یافتیم تاریخ 3000 سال داشته باشد، چگونه میتوان 3000 سال این رو نگاه داشت و این ابریشمی بود و هم متوش ابریشمی بود و هم اما رشته های گلدوزی، چون ابریشم در معده موش و کیه حل نمی شود، نزدیک نمی شود با هم خاطر ایستاده است و آن رشته هایی که از راه ابریشم از خیتای از چین آمده به ما رسیدن و آن زمان پیدایش رشته به ما دسترس شد که ما با رشته های پیدا شده از ابریشم چکن می دوختیم و این با هم یک پیوندی دارد و برنامه منم برآمدی من یعنی سخنرانی هم داشته. سخنرانی منم درباره آن همین بود که چگونه این نقش و نگارهای ملی که رشته های او از خطای به ما آمده می رسیدن چی پیوندی دارد و بسیار جالب بود و این دکلت به همین خاطر به من همچون پروفسور فخری عنوان دادن. بله و اینک ما میخواستیم برگردیم به سفری فرانسه که شما بعد از یک روز سفر دارید به پاریس. اینک شما اونجا حالا میخواستم بگویید که با چی برنامه میروید و اونجا آیا بجز از آنکه شما لباس ها رو نمایش دهید آیا سخنرانی هم دارید و اونجا تا حدی که ما آگاه هستیم اصلا به بزرگداشت مولانا بخشیده می شود، یعنی سفری هیئت اهل فرهنگ تاجیکستان هم اصلا به افتخار 815مین سالگرد مولانا جلال الدین بلخی است که یک شاعر جهانی است. یعنی من میخواستم که یک برای بینندگان ما بگوید که هنرهای دستی که مثلا شما همراه میبرید با مولانا چه یک رشته رابط دارد که شما اونجا معرفی میکنید؟ ببینید اگر که مولانا سخن دارد، مولانا شعر دارد، مولانا فلسفه زندگی خودش را دارد. غیر از این فکر میکنم که یک فلسفه بزرگی در صوفیزم داشت که هم به رقص ربط دارد و هم با لباس، انا همون جامعه در رازی که و با این کلاه
که میچرخد در رقص سما و البته برای من یک الهام بخشید که جامعه یک رنگی که بود امروز ما مثلا میتوانیم در این جامعه یک رنگی که بود تمام نقش و نگارهای ملی خودمون رو جا گذاریم و آن جامعه باز هم زیباتر گردد و به همین خاطر در جشن مولانا من یک کلکسیون مولانا آماده کردم که اینم از تمام نقش و نگارهای با یک استیل قدیمه و رنگ آمیزی قدیمه و با نقش و نگارهای ملی قدیمه که با طرز تکنیک چکن آماده شده است. من این رو به نمایش میگذارم و با یک صدای موسیقی خیلی زیبا در پاریس من این رو به نمایش میگذارم در این جشن مولانا تا مردم ببینن که نه تنها شعر و سخن و سرود و فلسفه و رقص و بلکه این لباس های زیبای ان همون عصر رو من با یک طرز با دید خود آماده کردم که معرض تماشا میگذارم. اکنون در آخر چون شما تجربه دار هستید و قولی که کار دیده هستید در این سمت میخواهیم با پیشنهادهای شما جنببست کنیم. امروز حکومت کشور امکانیت داده است تا از 10,000 سومانی تا 100,000 سومانی قرضی مثلا مهلتناک و فایزش مثلا پستر پیشنهاد کند به صاحبکاران از جمله و اونهایی که با هنرهای مردمی میخوان سر و کار گیرند یا کلال باشند یا که زرگر باشند یا که مثلا طراحی کنند در مورد لباسهای خانم روز. شما با اونها چی پیشنهاد دارید؟ میکنید کار را از کجا آغاز کنند و اصلا گیریم نقطه آغاز کارشان و نقطه نهایت کارشان باید در کجا باشد؟ یعنی در مجموع یک پیشنهادهای مشخص میگفتید. هر نفری که با یگان هنرهای مردمی مشغول باشد اول باید هنر در دل وی جا باشد. اگر در دل وی جا نباشد صدها هزار بفایز پول هم اگر که گیرد یا دهید و نمیکند نمیخواهد. به همین خاطر هنر اول باید در دل انسان باشد و میل و خواهش خود انسان باشد و فکر نکنند که ما امروز اینا شروع کردیم کاری ما پیش نرفت ما باید این رو پرتویم و به دیگر کار گذاریم. نه، تو به اینجا آمده رسیدی. من 25 سال زحمت شبانه روزی من بود که من تا حالا بعضا حالت ها با خواب قهری میکنم در کار شود. تو هنوز راضی نیستید از خودتان؟ من حالا هم در جستجو کار و به همین خاطر من به مردمی که مثلا شروع کردنی است این یک راه خیلی دشوار است و صبر تحمل و همیشه دریافت چیزهای نو پیشنهادی نو چون که در این سال و زمان با کشورهای همسایه با سفر کنند و ببینند که در دیگر کشورها چی هنرها هست چی توجه هست به چی مثلا توجه زیادتر است و این هنری مثلا مردمی که ما داریم در صفتی بلند باید اجرا شود و کارگزاری را درست مانند. فکر میکنم که البته به مقصدش میرسه. واقعا هم وقتی که از معرفی تاجیکستان و ملت تاجیک حرف زده می شود حتما در ذهن یک جوان پیدا می شود که چگونه معرفی کنم. درست با اطرافش نگاه میکند با قلم و دفترش نگاه میکند اگر دانشجو باشد میگوید که من چگونه معرفی کنم. ببینید معرفی شرط نیست که شما مثلا حتما باید در بازنده فوتبال باشید و معروف شوید یا شرط نیست شما حتما به دستتان دستپوش پوشید و در میدان باکس باشید که شما را بشناسند. صنعت کار نفیس کار زیبا کارهای مثل این هست که میتوان معرفی کرد میتوان به یک نظر مفتون کرد یک خارجی را و دلش را ربود و به تاجیکستان مایل کند اشتیاق پیدا کند ذوقش نسبت به همین ملت پیدا شود و اگر شما بگویید که این لباس امروزی ما نیست این لباسی 1000 سال پیش ما که مادران ما در روزهای خودشان به بر میکردند اون در حیرت شود که 10 عصر پیش در زمانی که دنیا در کجا بود تاجیک مثلا چگونه لباس میپوشید. یعنی که اون مودی که امروز جار میزنند و امروز یک بازاری کلانی مود در جوش و خروش است و میلیون ها شاید میلیاردها پول اونجا چرخ میزند. ببینید ما این مود رو هنوز نمونه های اولیه البته ابتدایی اون رو عصرها پیش داشتیم
که زیبا پوشیده است به صحنه می‌برآمدند، می‌رقصیدند و با این بهانه گویا که یک نمایشی مود می‌رفت در چهاربینی‌ها یا در بزم‌های تاجیکی. این چیزها یک فلسفه ها دارد، یک فهمیش ها دارد، یک درستی نازکی ها، نزاکت های خودش دارد که باید بفهمیم و به خود به چشم کم نبینیم و دانیم که مثل خورشید ستارов میتوان با پیراهن های زیبا هم میتوان تاجیکستان را معرفی کرد. دوستان ارجمند با ما باشید و در پایانی صحبت از خورشید ستارov بار دیگر سپاسگزاری میکنیم که ما را اینجا مهمان خواندند و اینقدر یک تالار زیبا رو در خدمت ما گذاشتند. سلامت باشید. سلامت باشید، خوش آمدید.